سلام به همه شما رفقای با وفا و با صفای موشکاف. آقا بالاخره عظما با سر صورت باند پیچی شده و شاسی در رفته در جمع دایناسورهای خبرگان حاضر شد تا هم در شکل و هم در محتوا به شکستش در نمایش انتخابات اشاره بکنه و با زبون بی زبونی بگه این انتخابات باخت باخت بود. امثال جناب آقای یزدی یا جناب آقای مصباح، اینها کسانی هستند که وقتی در مجلس خبرگان حضور داشته باشند مجلس وزانت بیشتری پیدا می‌کند. نبودن اینها در مجلس خبرگان به اینها هیچ گونه ضرری نمیزنه. بله، برای مجلس خبرگان این خسارت است نبودن اینها. خودش داره میگه خسارت خوردم، دیگه من چی بگم؟ این اعتراف به شکست دیگه. بقیهش هرچی هست هدا و اطفار و دود و دم و قمپوزهای همیشگیه. اون چه که در جمع‌بندی این بخش باید عرض بکنیم این است که مردم در این انتخابات اعتماد خودشون به نظام اسلامی و تبعیت از نظام اسلامی رو اثبات کرد. نشون دادن که تابع جمهوری اسلامی هستن، قوانین جمهوری اسلامی رو قبول دارن، بر طبق این قوانین رفتار میکنن و عمل میکنن. این خیلی با ارزش. این درست نقطه مقابل اون چیزی که دشمنان ما دارن دنبال میکنن. میخوان یک دو قطبی درست کنن بین حکومت و نظام از یک طرف و مردم از یک طرف. این سید علی عادت داره که چپکی حرف بزنه. ترجمه این فک جنبونی ها این میشه که مردم تو این نمایش انتخابات حال عظما و باقی جاکی جونه برای نظام رو گرفتن و تو خبرگان نظام دو قطبی تر شد. این یعنی همون باخ دیگه. یک خصوصیت دیگر این انتخابات مثل بقیه انتخابات های ما سلامت و امانت داری بود. این نشون داد بی‌اعتباری حرف کسانی را و اقدام کسانی را که یه وقتی انتخاباتی رو مثل سال 88 نامعتبر دانستن و اون فتنه مضر و مهیب رو برای کشور به وجود آوردن، به خاطر اینکه متهم کردن کشور رو به اینکه انتخابات ناسالمی است. نه، انتخابات سالم بود، هم امروز سالم بود، هم دوره‌های قبل سالم بود، هم سال 88 سالم بود، هم سال 84 سالم بود. میبینید رفقا، از یه طرف مجبور شده اکبر کوسه رو بشونه کنار دست خودش، از طرف دیگه به ناشیانه ترین شکل ممکن میخواد گوش رقیبش رو بپیچونه. داره جواب قرولندای کوسه رو میده، میگه حرفای تو سر انتخابات کشک بود. بعدم در ادامه سیخ شورای نگهبان رو فرو میکنه تو پهلوی اکبر کوسه و شیخ پری. یک نکته در اینجا وجود دارد و اون این است که برخی به تبعیت ناخواسته و نادانسته باید گفت از دشمن اشکالات رو متوجه میکنن، برخی از اشکالات رو به شورای نگهبان. بنده حقیقتا گله دارم از این گونه افراد. شورای نگهبان در ظرف 20 روز باید 12,000 پرونده رو میدید. خب این اشکال از قانونه. اگر این اشکال قانونی برطرف بشود اون مشکلی که مترتب بر این هست برطرف خواهد شد. دوستان ببینید، ولی فقیه تلس شکسته زهر خورده بدبخت رو اونم بعد از نمایش انتخاباتش ببینید. از یه طرف میخواد در رابطه با شورای نگهبان زهر چشم بگیره، از طرف دیگه خودش با پذیرفتن اشکال قانون تیغ خودشو کند میکنه. خب فلاکت یعنی همین دیگه. ته خطم اعتراف میکنه که کارش تمومه و تو این دوره فاتحش خونده است. در انتخاب رهبر آینده ملاحظه خدا رو بکنید. احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشه به این آزمایش احتمال کمی نیست.
اون وقتی که بناست انتخاب بشود رهبر، ملاحظات و رودرباسی ها رو بذارن کنار. تو آینه وضعیت در و داغون خامنه ای میتونیم وضعیت لت و پار نظامش هم ببینیم. بازم تبعات زرخوری و بازم روزه نفوذ. نفوذ مسئله مهمی است. بنده هم که این رو عرض میکنم نه به خاطر این است که حالا یک احتمالی به ذهنم میاد که ممکنه نفوذ کنه، نه. خب ما از خیلی چیزا مطلعیم، از خیلی حوادثی که داره در کشور رخ میده که غالبا عموم مردم یا حتی خیلی از خواص مطلع نمیشن، ما مطلع میشیم. من از رو اطلاع دارم عرض میکنم که برنامه نفوذ در کشور یه برنامه جدی استکبار است، برنامه جدی آمریکایی هست. بابا این نظام یا آبکش، این نظام یا جیگر زلیخا، پس اقتدار چی شد؟ ثبات چی شد؟ وقتی از 10 تا سوراخ دارن وارد میشن که دیگه کار تمومه، که فاتح خودتو نظامت خونده است. بسه آقا جون بسه، اوضاع دستمون اومد. ولی فقیه با همین فرمون بره یک کله میره تو قبرستون. تا فردا شب خداحافظ شما.